مبارزه رو اصلا تشبیه به یک پویزد میکنم که این پویزد همیشه در حالت حرکت است، از یک استانسیه به استانسیه دیگر میره تا اینکه برسد به همون استانسیه نهایی خودش. در این مسیر این خیلی نیست که کسانی که در استانسیه اول سوار پویزد شدن تا همون استانسیه آخر میروند. برخی ها تا استانسیه آخر بلیط دارن یا میروند، برخی دیگر در همون استانسیه که لازم میداند تا مقصدش تا کجایی که باشد همونجا که رسید پویزد ایستاد میفراید، باز نفرانی بعدی سوار میشن، اونها حرکت میکنن و مهم که این پویزد در یک جا نمی ایستد و اون در حرکت است میرود. مبارزه ما هم پیمان ملی تاجیکستان هم تقریبا شباهت به همین حرکت پویزد دارد، چون استانسیه نهایی ما این تاجیکستان هست، بازگشت به تاجیکستان و ساختن یک جامعه، یک حکومت آزادی مردمی که در آن همه در نزد قانون برابر باشند